چندین سال پیشی که بچه شرکت ما اون موقع که کسی نه خونه داشت نه ماشین داشت، این با حداقل حقوق من یادمه که تونسته بود هم خونه‌شو رو بگیره هم ماشین و این قصه الهازا. و یه نکته خیلی جالبی که داشت این اصلا حقوق بالایی هم نمیگرفت. ما موقع دستمون تنگ بود حقوق بالا نمیدادیم. ولی حالا بیام بهتون بگم راهکارش چجوری بود. این هر ماه یک بخشی از حقوقشو میرفت تو بازارهای مختلف مثلا طلا سرمایه گذاری میکرد. الان شاید شما بگی آقا من الان دارم حقوق میگیرم 20 تومن 10 تومن، این 20% چقدر میخواد بشه؟ 4 تومن اصلا. و بازار بخواد مثلا 10% بازار طلا بره بالا، 10% 4 میلیون تومن چقدر میشه؟ 400,000 تومن، اندازه پولی پیتزا میشه. خب این چه سرمایه گذاری؟ اما برم غذا بخرم و اینا بهتره. نه عزیزان من، شما اگه تو همین 10 سال گذشته با حداقل حقوق، یعنی حداقل حقوق وزارت کار و اصلا هم شما بازار مالی و بلد نبودی، این سقف و کفایی که ما میگیم، نقاط تعادلی که میگیم، اصلا همشو بریز دور، شما هر ماه فقط 20% اون حداقل حقوقتونو میرفتین طلا میخریدین، الان تقریبا 110 گرم طلا داشتین. 110 گرم طلا با حداقل حقوق. اگه این عدد حقوق شما بالاترم بود، مثلا 2 برابر وزارت کار بود، این عدد هم 2 برابر میشه. خب مگه کمه؟ بعد خیلی راحت با همین عدد شما میتونید خونتون رو بزرگتر کنید، ماشین بهتری بگیرید با یه سرمایه گذاری درست. کل حرف من اینه اگه سرمایه گذاری رو بلد نیستید، نقاط تعادلی رو بلد نیستید، اشکال نداره. تو بازاری باشید که بدونید حداقل تا 5 سال 10 سال آینده رشد میکنه، خود این براتون سوده. طلا یکی از همون بازار است. خواهشاً یه بخشی از حقوقتون رو نگید کمه، ارزشی نداره. اتفاقا همون رو پس انداز کنید، سالهای بعد اثرش رو